با سلام به بینندگان عزیز رادیو زودی. امروز 2 مارت و ساعت با وقت پراگ را 13 است و این لحظه ها برای شما نشر مخصوصی برنامه خبری را تقدیم میکنیم. در ویژه گفتاری امروزه نتیجه های انتخاباتی وکیلان مجلس نمایندگان و مجلس های محلی و خبرهای توزیع تاجیکستان و جهان را انعکاس خواهیم کرد. در استودیو من شهلا گلخوجه و من میرزا نبی خالقزاد تا نیم ساعت دیگر در پخش مستقیم شما را همراهی میکنیم. دیروز معرکه سیاسی در تاجیکستان چگونه گذشت و امروز دنیا چه تحولات دارد؟ با ما بیایید تا در جریان باشید. ولی نخست توجه نمایید به سرخط موضوعی که در رفت برنامه امروز خبری مطرح میگردند. کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان حزب حاکم را پیروز و انتخابات را جوابگوی قانون اعلام کرد. طبق طلبات ماده 48 قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان برگزار شده اعتراف گردید. سوختار در دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان قسمت زیادی کتاب‌ها بر اثر این حادثه از بین رفتند. و در جمهوری اسلامی ایران شماره گرفتاران بیماری کرونا ویروس و یا کووید 19 به 1000 نفر نزدیک می شود. آمار درگذشتگان ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 در کشور 54 مورد گزارش خواهد شد. کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان روز دوشنبه نتیجه های انتخابات پارلمانی 1 مارت را اعلان کرد. روز یکشنبه در تاجیکستان انتخابات مجلس نمایندگان و مجلس های محلی برگزار شد که در آن 7 حزب و از جمله یک حزب مخالف حکومت اشتراک کردند. بنابر نتیجه های اعلان شده حزب حاکم خلق دموکراتی زیر رهبری پرزیدنت کشور امام الرحمن اکثر کل کرسی های پارلمان را صاحب شد. بر پای آمار پیشکی کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی بجز از حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان احزاب دیگر صد 5 پاییزی را گذاشته به مجلس نمایندگان پلات پایانی پارلمان تاجیکستان راه یافتند. بعضی از نمایندگان احزاب از حوزه‌های یک ماندات وارد مجلس می‌شوند. بختیار خدایارزاده رئیس کمیسیون روز 2 مارت در نشست خبری در دوشنبه گفت که از میان بیشتر از 4 میلیون رای دهنده بیشتر از نصف آنها به طرفداری حزب خلق دموکراتی رای دادند. در انتخابات پارلمانی تاجیکستان رقابت برای 63 کرسی بین بیش از 240 نامزد صورت گرفت. حالا همکارم زرنگیز نوروشو در خط مستقیم تلفنی از دوشنبه با ماست. زرنگیز سلام. شما که چند لحظه پیش از کمیسیون مرکزی انتخابات برگشتید میتوانید مفصل درباره نتیجه هایی که اعلان شدن صحبت کنید. سلام شهلا میرزانبی. در مجموع بنابر نتیجه های ابتدایی انتخابات پارلمانی طوری هم گفتیم حزب خلق دموکراتی بیش از 50% رای انتخاب کننده ها را صاحب شد. 12 کرسی از فهرست حزبی در حوزه عمومی جمهوریوی و 35 تا از حوزه یک مانداتی را این حزب از خود کرد. بختیار خدایارزاده رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی گفت در انتخابات پارلمانی روز 1 مارت بیش از 86% مردم شرکت کردند. انتخابات آزاد و شفاف برگزار شد و طبق نتیجه های پیشکی به طرفداری حزب اگراری تاجیکستان بیش از 16% انتخاب کننده ها رای دادند. حزب دموکراتی تاجیکستان صاحب 510% آواز ها، حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان 16%، حزب کمونیستی تاجیکستان 3%، 11%، حزب سوسیالیستی تاجیکستان 5% 15% و حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان یگانه حزب مخالف 0.32% رای انتخاب کننده ها را صاحب شد. به این ترتیب شهلا از روی فهرست حزبی از حوزه عمومی جمهوریوی و حوزه های یک مانداتی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در مجموع صاحب 47 کرسی وکیلی در پارلمان شد. حزب اگراری تاجیکستان که در پارلمان گذشته صاحب 5 کرسی بود توانست 2 کرسی دیگر را هم از خود کند. این نوبت رئیس حزب رستم لطیفزاده هم از حوزه یک مانداتی وسیع غالب اعلان شد و 6 نفر دیگر از حوزه عمومی جمهوریوی. حزب اصلاحات اقتصادی توانست صاحب 5 کرسی پارلمان شود. حزب کمونیستی تاجیکستان هرچند نتوانست از حوزه عمومی جمهوریوی
5% را عبور کند، اما نامزدهای این حزب در 2 حوزه یک مانداتی غالب اعلان شدند. حزب سوسیالیستی تاجیکستان با به دست آوردن یاروی بیش از 5% حق پیدا کرد در پارلمان یک نماینده خود را داشته باشد. حزب دموکرات تاجیکستان که در پارلمان فقط یک کرسی داشت، همین کرسیش را حفظ کرد و به طرفداری این حزب 5% مردم رای دادند. طوری گفتیم یگانه حزب مخالف سوسیال دموکراتی در این انتخابات پارلمانی نتوانست که این بار هم کرسی به دست آورد. 5 نامزد از این حزب در انتخابات پارلمانی وارد رقابت شده بودند. شهلا. خب زرانگیز تشکر. سران اعضا از جمله حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان طوری گفته که یگانه حزب مخالف حکومت است و یگان کرسی را در پارلمان صاحب نشد. نتیجه های پیشکی انتخابات را چگونه قبول کردند؟ بله شهلا، ما دفعتا پس از اعلان شدن نتیجه های اولی با سران احزاب صحبت داشتیم. در مجموع احزابی که در پارلمان صاحب کرسی شدند شهلا از نتیجه های اولی انتخاباتی اظهار قناعتمندی میکردند. بجز رحمت الله ظاهرов حزب رهبر حزب سوسیال دموکرات که بعد آگاه شدن از نتیجه های حزب خود دیگر تا آخر این نشست نایستاد و تالار را ترک کرد. رهبریت این حزب گفتند از نتیجه های انتخابات البته راضی نیستند و هرچند حزبشان پارلمانی نشد، در این معرکه سیاسی به هر حال توانستند حزب را به مردم معرفی کنند. تشکر زیاد تشکر. زرانگیز نوروشو بود که مستقیما با ما از دوشنبه صحبت کرد. باید گفت که انتخابات پارلمانی روز 1 مارت در تاجیکستان را بیش از 236 ناظر بین‌المللی نظارت کردند. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا هنوز خلاصه خود را بیان نداشتند، ولی مشاهدان از سازمان همکاری های شانگهای انتخابات را آزاد و شفاف عنوان دادند. در برابر رسانه‌ها و سیاستشناسان، تحلیلگران امور تاجیکستان در غرب و اروپا نیز از انتخابات پارلمانی مشاهده کردند، ولی با فکر اکثر آنها در اصل نتیجه های انتخابات پیشگویی شونده بود. به نظر آنها انتخابات تاجیکستان بدون رقابت واقعی و شفافیت گذشت و حق نداشتن مخالفان سیاسی از حزب نهضت اسلامی برای شرکت در انتخابات این معرکه را از معیارهای دموکراتی و گوناگون اندیشی بیرون می‌کند. یکی از این کارشناسان تصمیم سازمان امنیت و همکاری اروپا در زمینه خودداری از ارسال ناظران درازمدت به تاجیکستان برای نظارت انتخابات را در چند ماه پیش از آوازدهی علامت علنی این حالت نامیدند. همکار ما خیرامان بقازاده با چندی از این تحلیلگران صحبت کرد و حالا با هم می‌بینیم. بله همکاران، اصلا درباره انتخابات گذشته تاجیکستان در قیاس با انتخابات‌های پیشین که به قول تحلیلگران همیشه یک اینتریگ سیاسی داشتند، یعنی نتیجه هایشان تا آخر معلوم نبودند، این نوبت خبر و مطالب زیاد نشر نشده است و آنهای هم که در این باره اظهار نظر کردند بیشتر دیدی انتقادی دارند. نبود رقابت واقعی سیاسی، شرکت تنها یک حزب مستقل و منعقد حکومت سوسیال دموکرات ها از صحنه سیاسی بیرون بودن مخالفان اساسی حکومت فعلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، وجود تقلب و یا قانون شکنی های مثل آوازدهی به جای چند نفر از آن انتقادهای عمده می باشند که در رابطه با انتخابات گذشته یاد شده است. ادوارد لیمون یک تحلیلگر مسائل سیاسی اوراسیا در واشنگتن است و میگوید این نخستین انتخابات بدون شرکت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است که تا سال 2015 در پارلمان صاحب 2 کرسی بود، ولی همان سال این 2 کرسی را در انتخابات از دست داد و با قرار دادگاه عالی تروریستی عنوان شد. ادوارد لیمون چنین میگوید: انتخابات پارلمانی از آن علامت می‌دهد که همین وضعیت، همین قدرت پابرجا خواهد ماند. به نظر من نبودی دلگرمی در میان مردم پیش از انتخابات، نبودی بحث و مناظره ها، نبودی یک معرکه فعال انتخاباتی در مطبوعات دولتی و غیر دولتی، به نظر من بیانگر آن است که مردم وجود همین سیستم را تا جای قبول کردند که نظام ادامه خواهد کرد. برای تغییر آن امکانیت محدود است و انتخابات آزاد و عادلانه نبود. استیو سوردلوف یک تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی و فعال حقوق بشر است. او نیز از آمریکا ایستاده انتخابات تاجیکستان را نظارت کرد و با نظر داشتی به انتخابات راه نیافتن نیروهای واقعا هم مخالف حکومت نتیجه ها را پیشگویی شونده و خلاف معیارهای
демокративу интихоботи воқеӣ номид. И в целом атмосфера была связана с репрессиями. Мы видели задержание одного из самого последнего. در مجموع فضای سیاسی در این کشور آمیخته تعقیب و فشار بود. ما در ماه ینور شاهد بازداشت یکی از آخرین صداهای مستقل ژورنالیستیک دلیر شریپوف شدیم. انتخابات در فضای بدشوی وضع حقوق بشر گذشت و انتخابات نقطه اوج شرایط بدشونده حقوق بشر در تاجیکستان شد. Очень длительной тенденции ухудшения ситуации с правами человека. дар бархе матбуоти ғарбӣ ҳам ин шабу рӯз менависанд ки интихоботи парлумонӣ дар асл як маъракаи интихоби маҷлиси вафодор ба ҳукумат аст ва набояд интизор шуд ки ин шохаи дар қонун мустақили ҳокимият мустақил аз низом амал кунад. تشکر. همکارم خرامان بقازاده بود که برای ما و شما نظر تحلیلگران امور تاجیکستان در غرب و اروپا را راجع به انتخابات خلاصه کرد. خب بینندگان عزیز، تا این دقیقه برنامه ما درباره آخرین خبرها از انتخابات پارلمانی در تاجیکستان به شما معلومات دادیم. به حالا یک آگهی پیشنهاد شما می شود. سپس صحبتمون را با خبرهای بین المللی و محلی ادامه می دهیم. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. صبح امروز در دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان سوختار به عمل آمد. علنگه از جمله کتابخانه دانشگاه را فرا گرفت. برای فرو نشاندن آتش ماشین‌های زیادی سوختار خاموشکنی سفربر شدند. همکاران ما علیشیر ظریفی و افسانه اکابر شد در محل حادثه بودند و با شاهدانی صحبت داشتند. آنها میگویند سوختار کتاب‌های زیادی را نابود کرده است. اینجا دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان در محله 46 در شهر دوشنبه است. بینای دانشگاه روز 2 مارس آتش گرفت. کسی در نتیجه فلاکت آسیب ندیده است، ولی قسمی از آشخانه و کتابخانه دانشگاه به کام آتش رفته است. آتش نشان‌ها میگویند سعی کردند که کتاب‌های زیادی را نجات بدهند و هم نجات دادند. ولی شاهدان حادثه چیزی دیگر میگویند. سرمی هم سوختار دیدیم و کتابخانه هم جا رفتیم چی که اصلا کتاب بیرا کردیم هم بیبلیوتک قطعی سالای مای سوختار. یک آموزگار دانشگاه به شرط نبردن نامش گفت 30% کتاب‌ها به کام آتش رفته است. تا حال سبب‌های آتش گرفتن دانشگاه را نگفتند، اما رسیدن ناقل‌های برقی با هم یکی از فرضیه‌ها بوده است. تحصیل در دانشگاه را برای یک روز بازداشتند و دانشجویان را به تعطیل فرستادند. این دومین آتش‌سوزی در دوشنبه دوام یک هفته اخیر است. صبح 27 فوریه یک اتاق مجمع شرق آزاد هم سوخت. رعایت نشدن معیارهای بی‌خطری و بی‌اعتنایی مقامات به این معیارها را از سبب‌های اصلی سر زدن سوختار در مؤسسه‌های دولتی و دیگر انشاءات در تاجیکستان می‌دانند. با سپاس از همکارانم. ضمناً سوختار در دانشگاه تکنولوژی در شرایطی سر زد که تیرم‌های امسال این مؤسسه 30 سالگی تأسیس خود را جشن می‌گیرد. برنامه را ادامه می‌دهیم. منصبداران ایرانی تصدیق کردند که سرایت کرونا ویروس در این کشور جهش یافته، شماره قربانی‌ها افزایش یافته است. سرایت کرونا ویروس که بیماری کووید 19 نامگذاری شده است، آخر سال گذشته در چین آغاز یافته، خطر سرایت سراسری را به وجود آورده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه خبر داد که در این کشور 378 حادثه نوی سرایت کرونا ویروس به قید گرفته شده، شماره گرفتاران به 978 نفر برابر شد. او درباره افزایش قربانی‌ها نیز معلومات داد. آمار درگذشتگان ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 در کشور 54 مورد گزارش خواهد شد. بسیاری از کارشناسان تاکید میکنند که مقامداران ایرانی خطر کرونا ویروس را به قدر لازم بها ندادند و در نتیجه سرایت آن افزایش یافت. آنها مثال میارند که حتی معاون وزیر بهداشت و یک عده منصبداران دیگر جمهوری اسلامی خودشان مبتلای این ویروس نو شدند.
меравем ба Қазоқистон. Президенти Қазоқистон Қосим Ҷомарт Тоқаев гурӯҳҳои ҷиноиро масъули бархурдҳои 7 ва 8 феврал номид, ки дар он 11 нафар ба ҳалокат расиданд. рӯзи 1 март дар вилояти ҷанубии Ҷамбул раҳбари Қазоқ гуфт, ки як гурӯҳи ҷиноӣ мехост гурӯҳи дигареро аз қочоқи маводи ғайриқонунӣ маҳрум кунад. Тоқаев дар мулоқоташ ба сокинони маҳаллӣ афзуд, ки масъулони ҷанҷол сарфи назар аз қавму миллаташон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. ابتدای ماه گذشته بر اثر برخورد ساکنان یک چند دهه ولایت جنبول با دونگان‌های محلی چندین خانه و اداره به کام آتش کشیده شد و تخمیناً 23,000 دونگان از خانه‌هایشان فرار کردند. بعد شماری از آنها به خانه‌هایشان برگشت. ولی دیروز هم شهر و مرکزهای مختلف قزاقستان آرام نبودند. در این باره مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارد. روزی 1 مارت پلیس قزاقستان راهها به مرکز را بسته، ده‌ها اعتراضگر را بازداشت نمود. مخالفین حکومت قزاقستان طلب دارند که مرگ فعال معروف مخالفین تفتیش شود. تشکیل کنندگان اعتراض ها همچنان تقاضا داشتند که سابق پرزیدنت این کشور نورسلطان نظربایف از سیاست دور شود. نظربایف سال گذشته از مقام پرزیدنت برکنار شد، ولی کرسی مهمی رئیس شورای امنیت قزاقستان را در اختیار دارد. پلیس راهها به میدان مرکزی پایتخت شهر نورسلطان و دیگر مرکزهای مهم این کشور را بسته بود. در بعضی شهرها اینترنت موبیلی از کار ماند. فعال مخالفین دولت آقادیل 43 ساله 24 فوریه از طرف پلیس بازداشت شده بود. بعد چند ساعت او وفات کرد و پلیس اصرار می‌ورزد که آقادیل از بیماری قلب درگذشت. اعتراضگران منصبداران حکومت فعلی از جمله نظربایف و سیستم دولتی نزدیک به 30 سال گذشته را مسئول مرگ آقادیل می‌نامند. خبرنگاران رادیوی آزادی از قزاقستان گزارش می‌دهند که شاهد بازداشت کم از 14 نفر در نورسلطان، دست کم 36 نفر در الماتا، 15 کس در شیمکند و 10 نفر دیگر در شهر آقتپه شدند. پرزیدنت قزاقستان قاسم جمارت توقیف روزی 29 فوریه گفته بود که قضیه را مشرکانه تحقیق کرده و تصدیق میکند که آقادیل از بیماری قلب وفات کرده است. آقادیل در ماه اوگوست برای شرکت در اعتراضهای بدون اجازت دستگیر شده بود، ولی در ماه نوامبر یک روز پیش از رهایی‌اش از بازداشتگاه فرار کرده ابراز داشت که حبسش غیر قانونی بود و از این رو او فرار کرد. آقادیل را 27 فوریه به خاک سپردند. برمیگردیم به تاجیکستان و به موضوع انتخابات پارلمانی. طبق آمارهای پیشکی دیروز در ولایت ختلون بیش از 86% مردم پای صندوق‌های رایدهی رفتند. از 69 حوزه 69 وکیل انتخاب شده است که 1 نفر از حزب اگراری، 1 نفر از حزب اصلاحات اقتصادی، 2 نفر خود پیشبر باقی مانده از حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بودند. جریان انتخابات را در مرکز ختلان همکارم آرزوی کریم به نبار گرفت و دید که برخی از ساکنان به قطعی از 5 برگه زیاد می پرداختند. جزئیات را در این باره گزارش همکارم میشنویم. اینجا حوزه انتخاباتی شماره 50 شهر کلوب است. در برخی حوزه های انتخاباتی شهر و ناحیه ها پس از نصف روزی 1 مارت حالت‌های برزیاد پرتافتنی برگه ها به قطعی مشاهده شدند. در شهر و ناحیه ها هر نفر باید در 5 برگه موقع خود را در انتخابات معین کند. در حوزه 45 ناحیه وخش در حضور ناظران و مسئولان قطعه آوازدهی برخی از ساکنان به قطعی از 5 برگه زیاد می پرتافتند. برقاتون زیاد بودن که؟ بله ایتان اویلت چند نفر؟ ایتان چند کس؟ ایتان اختان اویلتون؟ برخی ها با 2 دعوتنامه به حوزه رایدهی حاضر شدند. ببخشید 2 دعوتنامه دارن دستشان در اینو؟ نه ایشان نمیدیم یک دادیم نه ایماما شد؟ خیلی نمی یک مولات کیوز همجا یک خطاگی اکشیده یک تا هرچند حالت‌های برزیاد پرتافتنی برگه به قطعه‌های آوازدهی مشاهده شد، ولی کمیسیون مرکزی انتخابات تا حال شکایت یا از قانون شکنی اطلاع نداده است.
در ولایت ختلان 1,700,000 نفر انتخاب کننده بودند. 252 نامزد برای کرسی های مجلس وکیلان شهر و نواحی، جماعت ها و مجلس نمایندگان رقابت کردند. با سپاس از آرزوی کریم و شادمان یتیم، همکارانم در این قسمت برنامه با نظر داشته انتخابات های گذشته و بعضی مشاهده ها از انتخابات دیروزه توجه شما را به نوع‌های تقلبکاری در جریان آوازدهی جلب می‌کنیم. ناظران بین المللی که انتخابات های تاجیکستان را نظارت می‌کنند هر بار از خلافکاری های مشابه گزارش می‌دهند. رایدهی گروهی، ریختن ورقه ها و امثال این. همکارم عبدالله شورف گزارش‌های ناظران بین المللی را که انتخابات تاجیکستان را تاکنون نظارت کردند آموخت و چندی از تقلب‌هایی که معمولاً در انتخابات تاجیکستان رخ می‌دهند در یک مطلب خلاصه کرد که حالا آن را با هم تماشا می‌کنیم. از زمان صاحب استقلالی تاجیکستان در سال 1991 5 مراتبه انتخابات پارلمانتی دایر شد. ناظران بین المللی از اصول مشابه تقلب گزارش می دهند که مقامات تکرار به تکرار از آن استفاده می کنند. ریختن ورقه ها. به صندوق رای یک مقدار ورقه ها به جانبداری از نامزدی مورد نظر ریخته می شود. البته بر اضافه ورقه هایی که انتخاب کنندگان آواز دادند. این کار از نظر ناظران و نمایندگان حزب های سیاسی پنهانی صورت می گیرد و یا حتی در حضور آنها. ورقه های قبلا پر کرده شده به دست نماینده حوزه انتخاباتی داده می شود تا که او ناعیان آنها را به صندوق اندازد. در خلاصه حسابات نهایی سازمان امنیت و همکاری در اروپا در مورد انتخابات های پارلمانتی سالهای 2000 2005 2010 و 2015 گفته می شود که ریختن ورقه ها به صندوق رای از خلافکاری های معمول در روز انتخابات تاجیکستان است. رایدهی به جای همه اعضای عائله. تجربه رایدهی به جای همه اعضای عائله در تاجیکستان از زمان شوروی میراث مانده است. این گونه حالت ها در همه انتخابات های تاجیکستان پارلمانتی و هم پرزیدنتی مشاهده شدند. در انتخابات سال 2015 به حساب ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا رایدهی عائلوی در 4-1 حوزه های انتخاباتی جای داشته است. ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا اظهار داشتند که کمیسیه های محلی این گونه شکایت ها را نادیده میگیرند. چرخافلک. این چگونه اصول است؟ به گروه از آدمان و نزدیکان آنها سفارش داده می شود که به نامزدی مورد نظر در 2 و یا 3 حوزه انتخاباتی آواز دهند. تکرار آوازدهی یک گروه شخصان به گفته ناظران از سوی مقامات تشکیل کرده می شود. در گزارش سازمان امنیت و همکاری در اروپا دایر به انتخابات سال 2015 گفته می شود که رایدهی گروهی در 18% حوزه های انتخاباتی و آوازدهی تکراری در 16% حوزه ها مشاهده شد. ساختکاری در شمارش آرا. رعایت نکردن ترتیب شمارش آوازها نیز یکی از تقلبکاری های عنعنوی است. در گزارش سازمان امنیت و همکاری در اروپا از انتخابات سال 2010 گفته می شود که ناظران در حوزه رقم 65 900 نفر انتخاب کننده را ثبت کردند، اما پس از ساعت 7 و بعد رفتن ناظران بین المللی 300 آواز اضافی در صندوق پیدا شد و رهبر حوزه از شرکت 100% رای دهندگان گزارش داد. در گزارش انتخابات سال 2015 ذکر می شود که در 28% حالتها آوازها درست شمرده نشدند. با نظر داشت جای داشتن این خطاکاری ها و مشکلات دیگر، ناظران بین المللی که در دوام 20 سال اخیر انتخابات تاجیکستان را نظاره می کنند هر 5 سال به خلاصه های یکسان می رسند. انتخابات پارلمانی سال 2000 در تاجیکستان مطابق به عهده‌داری ها در نزد سازمان امنیت و همکاری در اروپا صورت نگرفت. انتخابات پارلمانی سال 2005 در تاجیکستان با بسیاری از معیارهای انتخابات دموکراتی مطابق نبود. انتخابات پارلمانتی سال 2010 جوابگوی اکثریت تعهدات کلیدی سازمان امنیت و همکاری در اروپا و دیگر معیارهای بین المللی انتخاباتی دموکراتی نبود.
سپاس میگویم با عبدالله اشرف. تا این هم درباره نتیجه‌های اول انتخابات پارلمانی در تاجیکستان و واکنش نمایندگان حزب صحبت کردیم. از همکار ما کیومرث سیاتوم میپرسیم که واکنش خوانندگان و کاربران به این مسئله در سامانه رادیو آزادی و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی چگونه بوده است؟ کیومرث، مرحمت. تشکر شهلا. واکنش‌ها به انتخابات پارلمانی تاجیکستان که به قول مقامات شفاف بود و به گفته ناظران کشورهای پسا شوروی و سازمان همکاری‌های شانگهای دموکراتی بود، نظر کاربران، واکنش کاربران اساساً منفی است. بعضی ها نوشتند که به انتخابات نرفتند، دعوتنامه نگرفتند و یا که به جای آنها کسی دیگر رای داده است. برخی دیگر در این قطار مهاجران هستند که میگویند که نه همه آنها امکان آوازدهی داشتند. در این قطار معیوبانی هستند که شکایت دارند امکان اشتراکشان در انتخابات فراهم نشده است. من بعضی از شرح نوشته کاربران را در برنامه‌های گذشته گفته بودم و در اینجا یک شرحی که همه لحظه ها به دست ما رسید از نام کاربر با نام دولت، او در سامانه آزادی نوشت که انتخابات پارلمانی در یک فضای بی‌رقابتی برگزار گردید و آنهایی هم هستند که جریان انتخابات را بسیار شفاف و به قول دموکراتی عنوان کردند. کیومرث، تشکر برای شرح خوانندگان که گفتید. اما آیا کاربران از لحظه های انتخابات ویدیو هم فرستادند و آیا امکانش هست که چند نمونه آن را هم ببینیم؟ بله میرزا نبی، همانطور که ما اعلان کرده بودیم برای این انتخابات یک آزمون اعلان شده است با نام لحظه های انتخابات و روزی گذشته ما چندین ویدیو از کاربران دریافت کردیم. برای این گوشه آنها درباره رایدهی در مسکو، درباره رایدهی در نقطه های دوشنبه و همچنین گوشه های دیگر کشور به ما ویدیو فرستادند. البته چندی از آنها در سامانه ما نشر شدگی هستند. حالا کارگردان برنامه دو نمونه از این ویدیوها را برای پخش آماده کرده است که یکی در داخل و دیگری در درون نقطه های رایدهی در دوشنبه گرفته شدند. تشکر کیومرث. چند تایی داری در دو کس اصلا این دو کس میشه آواز داده؟ هفتوش وردگی و گودکی معنی گتی خانه آموزگاران. اما فروز بابو شریف چون که میبینیم نمیتواند که به این بنا وارد شده به نامزد ارزنده خود آواز دهد. این ویدیوهایی است که البته کاربران به ما فرستادند و به قول نمونه از خیروار بود. ویدیوهای دیگری جالب، شرح‌ها، بحث‌ها و مطالب گوشه انتخابات 2020 هنوز در سامانه آزادی هست و هر نفری که فکر و نظر دارد، گفتنی دارد با آنجا وارد شود. میرزا نبی. تشکر کیومرث برای این صحبت و شرح جالب. در این قسمت برنامه درباره وضع ناگوار نشریه در ولایت خراسان به شما میگوییم مسئولان نشریه حقیقت خاورین از نبود شرایط و فرسوده شدن بینای اداره شکایت میکنند. بله، چون این وضعیت در سالها باز ادامه داشته است، هرچند نشریه یگانه هفته‌نامه نویوی به شمار می رود. در حالی که در زمان معاصر روزنامه ها با ابونچیان الکترونی فعالیت خود را پیش میبرند، نشریه های محلی از کم بودن ابونچیان گله میکنند. تفصیلات بیشتر در گزارشی محمود جان رحمتزاده و شادمانیتی. بینای یگانه روزنامه در ناحیه خوالینگ سالها باز چنین حالت دارد. مسئولان روزنامه میگویند کار در چنین شرایط برای کارمندان خصوصا در زمستان سنگین است. اما بینای فرسوده یگانه مشکل اداره حقیقت خوالینگ نیست. وضع امروزی روزنامه چیزی که با خود شما معلوم کردید در یک حالت بسیار خراب قرار دارد. راستی که حالت‌های که اسباب انجامی که برای ژورنالیست که لازم است نداریم. فقط در ماه اکتبر، سپتامبر اکتبر سال گذشته از طرف مقامات اجرایی کننده دولت ناحیه یک عدد کامپیوتر با تمام تجهیزاتش ما کمک کردند. مسئولان هفته‌نامه حقیقت خوالینگ میگویند برای دستگیری نشریه بارها به حکومت ناحیه مراجعت کردند. اخیراً وعده شده است که اداره هفته‌نامه را تعمیر میکنند. هفته‌نامه حقیقت خوالینگ نشریه حکومت ناحیه خوالینگ است و از سال 1935 نشر می شود. مسئولان حکومت ناحیه هم اعتراف می کنند که 10 ساله ها باز این اداره در چنین حالت قرار دارد. تصمیم گرفتیم که این بنا رو از تعمیر کپیتالی برآوریم. این 1 سال 2 سال نیست، این 10 ساله ها شده است و روزنامه بیناش بسیار در حالتی تباه قرار دارد.
خب بینندگان عزیز، شما میتوانید تفصیلات این گزارش را در وبسایت رادیو آزادی تماشا کنید. اینجا ویژه گفتار انتخاباتی را به پایان میرسانیم. من شعله گل خواجه با میرزا نبی خالقزاد و جمع همکارانمان طول نیم ساعت و در پخش مستقیم در خدمت شما عزیزان بودیم. خاطرتان میکنیم که صبح فردا نخست نوید بامدادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما خواهد شد. امیدواریم که چون همیشه ما را همراهی خواهید کرد. بله، با یک شما اظهار سپاس میکنیم و تا ملاقات بعدی شما را به خدا میسپاریم. روز و روزگارتان خوش. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.